سلام بچه، میخوام چند تا از دستای ماینکرافت پلیر ماینکرافت بگیم که پنج بکن بهتون بگم. اگه تو رو خدا کامنت بزنین، لطف کنین دمتونم گرم بشه، واقعا بذارین و ممنونت میشه. دست و آدمایی که اصلا کلا وقتی یوتیوب میبینن، مثلا میتونن یوتیوب مثلا چند ویدیو ماینکرافت میبینن ماینکرافت چیز عجیبیه. نه، آدمای بعدی اینه که کلا وقتی میخوام ویدیو بزنن، دسته دوم میخوام ویدیو بزنن تو یوتیوب، تلگرام اینا کلا اونجا ماینکرافت بازی میکنن. حل دسته سوم آدمایی هستن که کلا کریتیون، بیلد میکنن، عشق میکنن، نمیدونم چیکار میکنن، کار شیطانی میکنن، نمیدونم ویلیج منتر کنن، میدونم کار میکنن، کاری میکنن مثلا خودشون عشق کنن، مثلا همه جا رو بتونن اصلا ولشون کنن، اونا رو بکن. دسته چهارم آدمایی هستن که کلا یه کار میکنن، مقصد عجیب میپرن اونجا، نمیدونم فارم سنگ میسازن، میکنن، حال میکنن، نمیدونم یه چی میسازن، اوف صدا میده گوش کن اونجا داشت میدرخشید اینجا آهنگ میزنه، عشق میکنه، عشق میکنه، اینجا کلا کار میکنن عجیب غریب. دسته پنجم که خودم که از اونا هستم، بچه اینا میم شدن، اینا آدمای میم، یعنی این دستا بیشترین 20% دستا اینا هستن. آدمایی هستن که یه مدت میرن ماینکرافت بازی میکنن، حالا چند وقت میگه ماینکرافت بازی میکنن، عشق میکنن، اوف میگن ماینکرافت عشق میکنن، همین 2 هفته بازی میکنن و میان تو یوتیوب ویدیو میبینن، حال میکنن، بعد میگن ماینکرافت هم بد نبود، بعد دوباره میان توی ماینکرافت بازی میکنن، عشق میکنن، حال میکنن، بعد شد دوباره میان توی یوتیوب میگن ماینکرافت هم بد نبود. بچه خداحافظ، واقعا عجیبه، خداحافظ.